پرونده‌ای را که خواسته بودین گرفتم. آفرین دختره. حال او پرونده را مستقیم به شفاخانه ببر و در جایی که برات میگم اونجا بندازش. میترسم از اینکه کسی خبر شوه و این کار ما افشا شوه. بسیار میترسم. کارا تا این مرحله رساندی، حالا نترس. گوش کنید، این آخرین کار است که انجام دادیم. دیگه به من زنگ نزنید. بله چتن؟ بفرمایید محترم. او زن پرونده را گرفته طرف شفاخانه میبره. ای با ما بسیار مهم است که کادو به پلیس چی گفت. تشویش نکنین. اول کادو را بگیرم باز پرونده را میگیرم. پیش دیدار تو با این نیم کرد حال سر تو یک دفعه طرف رنگت بیبی پریده بیخی درد میزنی. وقتی گفتم بریم دیگه. حالا بیا حالا بیا جا ندار. حالا دیگه جانم حالا گاب بزن لعنتی. او کس تو را کجا؟ چرا؟ به خاطر که کارهای کثیفتان افشا میشه؟ این سازمان با کی سر و کار داره؟ ها مردم چه قسم فریب میتین؟ کثافت کاری های بیادرت افشا میشه. آرام باش لعنتی. بلی از خدا بیادر بگو برش لطفا. تو گاب بزن اگر نمیکشمت. قربانت شوم بیادر گپ بزن لطفاً برش بگو. بلند شو احمق. ببینم که شکنجه ما را چقدر تحمل میتونی. صبر کن. برو گم شو. چیزا میگه برات گپ میزن. چپ میباشی. عجله کن. تکان نخوری. تو هم با اینا هم دست هستی. یه آدم تو داخل آوردی نه؟ وقت سر صدای ما کجا بودی بیشرف؟ دیدی؟ این خانوش چیزی نیست. یک بارو کسی تا را ببین. تهدید، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، هر چی کار خلاف و غیر قانونی از این خاین انجام میتن. ای جای فرار نمیتونی لعنتی. این گپار خوبان میفهمی شریکای اینا کی ها هستن؟ چتنشان کلشان هم دست هستن. دور شو لعنتی. تو چی میگی بیادر؟ باز که در مستره باز کو. سازمان از مردم مواد و دفاع میکنه. این کار امکان نداره. باز کو. دور شو احمق. کسمان استاد شوه شکم شو. کسمان متوجه خود باش. یک دقیقه یک لحظه. ولسوال بیادر زود بیا اینجا. با آخر راه رسیدی کادو. دیگه فرار نمیتونی. اگر که من کار اشتباه کنی نزنم میکشم. بکشش فقط که برای ما زیاد مهم است. صبر کن آرام باش. الهیم کن لطفاً. الهیم کن. کدام اشتباهی نکنی. گفتم الهیم کن. سلاحتان پایین کنین. لطفاً الهیم کن لطفاً. معذرت میخوایم خواهر. الهیت میکنم اما کم دیگه به تو ضرورت دارم. تو رانندگی رو یاد داری؟ سوار شوید.
حالا زود باشین، اونا رو باید تعقیب کنیم. حالا زود باشین، زود باشین. با تمام واحدها خبر قابل توجه تمام واحدها، قابل توجه تمام واحدها. بله قماندان یوسف، یک موضوع مهم رخ داد. کل سربازا رو جمع فرار کردن. حالا زود باش. مسلح هستند. قابل توجه تمام واحدها، قابل توجه تمام واحدها. کی رفته ای از یادم هنوز با یادت من. وای شیوان، خدا بزرگ از شیوان ظالم کوچک است. شیوانا، اگه مرداری تمام دنیا رو انتقال بدی بی‌فایده است. گناهای تمام جهنم پر میکنه. خدای بزرگ تو مرا ببخش، توی بنده تا ببخش یا رب، ای بنده گناهکار تا ببخش خدای بزرگ. وای نخیر، اونا دیلارا گرفتن. دیلارا بکش خدا شیوان بچم. جمشید صدای ما مشنوی؟ جمشید بیادر. جمشید بیا که کارت دارم. برم یک کار مهم پیدا شد. اگه اجازت باشه من میرم. نمیخوای حقت برم ببخشی؟ اینقدر آسان نیست شیوان. تو افرادت خانه مرا خراب کردی، مال و ملک ما آتش زده چور کردی، مر از خانه و قریم بیرون کردی، بیادرم از بین برده، ما از خاطر تو و افرادت تباه شدم. چقدر وقت گذشته اما هنوزم با خود نامدیم شیوان. این طفلا هر روز از ما یک چیز میخواین اما گرفتن نمیتونم. تو یک دفعه وضعیت اونا رو ببین. آرام باش، گریه نکن. حال خودت بگو، ما چه قسم تو رو ببخشم؟ حق به جانب هستی. به خدا هرچی بگوی حق داری. حتی اگه من از بینم ببری حق داری. جمشید من بازم پیشت میایم. تا حقت برم نبخشیدی میایم بیادر پیشت. بکش خدا شیوان بچه. جمشید طبیعی طفل کم نمیشه. زیادتر بند کردم اما فایده نکرد. هنوزم دا آتش تپ میسوزه. اما شفاخانه بسیار دور است. تا با ولسوالی میرسیم کم از کم با چند پلیس و سرباز روبرو میشیم. بس از دیگه جمشید، تو دیوانه هستی چیستی؟ از ترس پلیس و دولتی طفل از بین خود رفت. اگه تو ایره نمیبری خودم میبرمش، هیچ غم نخون. کارا نکنه. ما به شما چی کردیم؟ ما را ایلا کنین. آی شما چی میکنه؟ این کارا نکنه. لطفاً به ما رحم کنه. رحم کنه. هیچ وجدان نداره. ما را ایلا کنه. این کارا نکنه. لطفاً این کارا نکنه. این کارا نکنه. دفتایم خورده هستم، رحم کنه. دو نفر گرفتیم میری. فامیلا شد. صبر درست طفله بده، ما میبرمش. تو داخل بود، گریه نکن، آرام باش. خدایا قربانت شم، کمک کن که مرا پلیسا گیر نکنه. درست است، برو بیادر. صبر کنید. با طرفانم بیادر. شناسنامه‌تان رو بتونید. زود باشین بیادر. شناسنامه‌تان رو بتونید. درست است. خب شناسنامه‌تان. باش که ببینیم. درست است، برو بیادر. خیلی ببینیم. صبر، تو را میگم. درست است. قابل توجه تمام واحدها. اونا طرف قریه مرکز رفتن. خانم ولسوال صاحب هنوزم پیش از اونها هست. دو نفر گرفتیم میری. دی وقت شب کجا میری؟
قربانت شوم. با خدا ما هیچ کاری نکردیم. بیگناه هستم. به سازمانم چیزی ندادیم. مجرمم نیست. آرام باش بیادر. ما خود تو را چیزی نگفتیم. فقط همه پرسیدم که همراه طفل در وقت شب کجا میری؟ آها بچه مریض است. ایره پیش دکتر میبرم. موتر ندارم از این خاطر پیاده میرم. معذرت میخوایم. اگه این طفل مریض نمی بود از خانه بیرون نمیشد. درست از بیادر راحت باش نترس. طفل با ما بده که ببینم. ماشاءالله چقدر این طفلک مقبول است. اوه بیادر یه خود تب داره. باید شفاخانه ببریمش. حسن بیادر. درست است میایم. خدا ازتان راضی باشه. مام دیگه شما رفتم. حالا سرعت بگیر. زود باش سرعت بگیر. اونا رو نباید گم کنیم. زود باش سرعت بگیر. بله قماندان یوسف. اونا مستقیم طرف قریه مرگزر روان هستن. عجله کنین. زود باشین. حالا زود باش. الهی کو لطفا اگه تو همراه ما نباشی و خدا ما را میکشن. بدو زود باش. عجله کو. حالا زود باش. از راه دیگه بریم بعد مقابلشون برای. اگه من کشته شوم برو کسی را از جایی که ماندیم بگی. خوب ببین واقعیت درک کن. باز از اینجا فرار کو. برو و دیگه اینجا نیایی. اگه نه سازمان تو را زنده نمیمانه. قسم نگو بیادر. سازمان یگانه سرپناه ماست. بیا که کستا را برشان تسلیم کنی. تو به گفای ما باور نمی کنی. تو کستا را نبینی باور نخواد کنی. قماندان یوسف دیلا را گروگان گرفتن. لطفاً یک کاری کنید. عجله کنید. بیاین. کم مانده لیلا. وقتی که ستاره ببینی از کل چیز خبر میشی. از کل چیز. کلگی در تعقیب شما هستن. اگه او کس ستاره بگیریم چی فرق میکنه؟ کل ما را خود کشتن. بانین که به طارق زنگ بزنم که بیایه و شما را ببره. دزدم که ستا پیش اونا امتر می باشه. حیران ماندیم به کی باور کنم خواهر. پلیس در پیش دروازه ساده است. داشت افغانا بسیار به راحتی داخل میشن. خودت بگو به کی باور کنیم؟ استاد شوید.
دیلا بیا حالا دیلا حالا لیلا مرو بیادر بیادر تو نباید بخوری زنده است گریه نکن قربانت جوان بیادر من نجات بده بیادر حالا کمک کنین زود باشین عجله کنین حالا عجله کنین بیاین دیلا ولسوال صاحب متاسفانه دیلا نیست کجاست دیلا لطفا او را پیدا کنین ولسوال صاحب لطفا آرام باشین دیلا چطور آرام باشین لطفا آرام باشین دیلا اگر دانی رو مستقیم بری با ورسواری میره اما تو زخمی شدی تو رو در این وضعیت ایلا کردن نمیتونم باید به شفاخانه بری نمیرم به شفاخانه اگر باز برای مشکل پیش میشه صبر کن تو کی هستی؟ شیبان؟ تحمل کو بیادر لطفا تحمل کو تو چی میگی چتن؟ ما به خاطر همی کارتان براتان پول میتم وقتی از عهده یک کار کوچک برآمدن نمیتونین پس شما را چی کنم؟ او کس تا بسیار مهم است اگه اونا به دست طارق بفتن تبا میشه حتی اگه کلمه از دهان کادو بیرون شوه نقشه هایی را که در قدر سال تر کردیم علیه خود ما استفاده میکنه کل کارها بر هم خود خورد کلش حق با شماست محترم کادو مرمی خورده گپ زدن نمیتونه فعلا او را به شفاخانه میبرن حال گرفتن لیلا مثل سابق ساده نخواهد بود اما تشویش نکنین من این مشکل حل میسازم گپ مگوش کن لطفا خدا خسته نساز بیادر او کسی تا در زیر او درخت است در زیرم بود درختی که با هم ساتیری میکردیم همون جاسته لطفا شما در بیرون باشید بیا برو اونجا بشین درست است آرام باش چی گفت؟ بگو او کسی تا کجاستن؟ براتان نمیگم ببین در قدم اول قاتلین هزاران مردم بیگناه پیدا میشن به خاطر آرامشی کشور و به خاطر زندگی بچه ما او کسی تا را میخوایم لطفا بگو کجاستن نه خدا خسته نساز اگر بیادر من نجات بتین شاید براتان بگویم اما اگر او را چیز شوه سرمام که از تنم جدا کنین براتان نمیگم خانم پرستار بچه بسیار مریض است ما یک زخمی داریم بیادر دکتر صاحب مصروف است این تفلک بسیار تب داره خانم پرستار باید یک کار کنین چی شده؟ ولسوال صاحب ببینین تفلک بسیار تب دارم او خدای من تب شدید است
باید فوراً اقدام کنیم. شاید به خاطر هوا باشه. من کاری میکنم، شما هم اینجا منتظر باشید. تو هم اینجا منتظر باش. همین که کارت خلاص شد باز میایم میبرمت. خداوند ازتان راضی باشه. با ما بتین ولسوالی. شما متوجه تفلک باشین، من دکتر خانم کمک میکنم. چی شد؟ تانستین دیلا را پیدا کنین؟ متاسفانه ولسوال صاحب، کلا جای پالیدیم اما از او هیچ خبری نیست. نیروهای کمکی هم خواستیم، کلاگی او را میپالن. چطور او را پیدا نکردین؟ دیلا در کجا بوده میتونه؟ شاید زخمی شده و در کدام جای افتاده باشه. مطمئن هستم که دمو چارت رفت است. لطفاً پیداش کنین، لطفاً. راحت باش تاره، پیداش میکنیم. دیلا تو کجاستی؟ تاره تو خوب هستی؟ باید تدابیر امنیتی شدید در اطراف شفاخانه گرفته شود. سازمان خاموش نمی باشه. لیلا با ما بسیار مهم است. درست است، بسیار مهم است. درست است. چرا گریه میکنی بیادر؟ چطور گریه نکنم؟ من مثل شما تو پلیس ندیده بودم. فکر میکردم تمام پلیس ها و سربازا مردم ملت کوب میکنن، روزیشان ازشان میگیرن. ما همیشه همه قسم دیدیم، همه قسم فکر میکردم. وقت صدای مخابره را میشنیدم باور کو بسیار میترسیدم، اما وقتی خوبیای تو را دیدم گفتم خدا را شکر پلیس خوبم وجود داره. گریه نکن بیادر، او روزا دیگه گذشت. ترى حتما نجات میکنم لیلا. سعید تو اینجا چی میکنی ها؟ راستش کم مریض بودم، از خاطر اینجا آمدم، اما حالا خوب هستم. خیریت هست؟ اینجا چی گپ هست؟ نمیفهمم به خدا. به نظرم کدام مریض مجرم آوردن. شاید ما میخواستیم در داخل بعضی کسا را ببینیم و زکاتشان را جمع کنم. چاره نیست، باز دیگه وقت. حالا که پلیس ها و سربازا اینجا جمع شدن و خود جنجال جور نمیکنم، باز دیگه وقت میایم. حالا سعید تو هم بیا، وضعیت خوب نیست، اینجا نباش. سوار شو. خدا محکم بگی. کشید! چی شده؟ ترساندیم قماندان بودن. کم بود قلبم استاد شد. چی شده؟ چرا قدر دیر کردی؟ نشد کشیش، دختره گرفتن نتونستم. کادوم زخمی شد، لیلا را تارق گرفت. لعنت به اینا. تو چی کردی قماندان بودن؟ کادو حتما موقعیت کستا را به لیلا گفته. او دختره باید از پیش تارق بگیری، باید بگیریش. او هم هر چی زودتر. میگیریمش، بر قیمته که باشه مهم نیست. او را میگیریم. او دختره که در شفاخانه کار میکنه، برش خبر بده. بگو فردا مرا داخل ببره. هر قسمه که میشه مهم نیست، اما مرا باید داخل شفاخانه ببره. درست است، تو تشویش نکن. من همراه دکتر گپ میزنم. طرف ما ببین بوتان، باید از شهر دختر نجات بیافته. او زیاد به دست پلیس افتید، اما این دفعه موضوع فرق میکنه. درست است، موقعیت کستا را که پیدا کنم بازو دخترم میکشم.
زنده باشی دیلا. پس دلیل گم شدن ده قدر سالا می بود ها؟ همیشه خدا پنهان کردم، نمیخواستم کسی از ما خبر شه و مرا بشناسه. بیازو تو هم مرا نشناختی. خب وقتی تو مرا نشناختی دیلا، بیگانه چه قسم بشناسه؟ چندین سال گذشت چیوان، چطور باید داشته باشم؟ اما نامت از یاد شنیدیم به نام نقابدار. بله همون قسم است. اما وقتی خداوند مرا دوست نداشته باشه و مرا نبخشه همه چی به درد میخوره. خداوند بخشاینده است چیوان. وقتی یک بنده با قدر پشیمانی توبه میکنه چطور نمیبخشه؟ اما به نظر من تو هیچ کار خوب نمیکنی. باید خدا به عدالت تسلیم کنی شیوان. هرگز. تا که انتقام بچه ما خانم ما نگرفتیم اصلا تسلیم نمیشم. گناهکار حتما یک روز جزای خدا میبینه. تو نمیتونی عدالت برقرار کنی شیوان. به تنهایی انجام دادن این کار ناممکن است. نمیفهمی هنوز؟ وقت ما پورا نشده دیلا. حتما تسلیم میشم، اما حال نه. ما باید برم دیگه شیوان. طارق حتما زیاد به تشویشم شده. درست است دیلا. ما تو را تا رای ورودی ولسوالی میرسانم. یک مدت در یک منطقه نزدیک راه خروجی ولسوالی به نام سلیمی در خانه یک نفر به نام جمشید میباشم. اگه کدام مشکل داشتی همونجا مرا پیدا میتونی. او بیچاره را زیاد اذیت کرده بودم. هر کاری که میکنم و هر چی که میگم او مرا نمیبخشه. خب بریم دیگه، بریم. چی شده خانم پرستار؟ قلبش استاد شده، فوراً شوگه برقی را آماده. حالا بیادر بیادر حالا 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 بیادر بیادر بتین خواهد حالا بیادر قلبش استاد شده دکتر صاحب. بیادر اینجا چی میکنی بیادر؟ یک نفر طفلش مریض بود، او را اینجا آوردیم. خب از شفا باشه. بیادر شفا باشه. زنده باشی بیادر. بیا که بریم. سوار شو بیادر. خدا ازتان راضی باشه. بخیر بریم. قماندان بکن که صدای تو نکش. بعد از اینکه تو را داخل بردم در اتاق لباس کارگر شفاخانه را ماندیم، بپوش و کارا تمام کن. گوش کنی کدام اشتباه نکنی اگه تباه میشیم. دکتر صاحب کمک ضرورت داریم؟ ضرور نیست. درست است، شفا باشه. خب دیگه امشب نوبت پیرام از ما است. بله. 4 طرفه پلیس و سرباز گرفتن. از خاطر اونا نمیتونیم به کار و بار خود برسیم. در شفاخانه یک نفر بسیار مهم نگاه کردم. فقط پلیسا و سربازا نیستن، او سازمان بدین هم اونجا هستن. یکی از اونا کار او دختر سازمانی را تمام میکنه، اما ببینیم دیگه. لیلا میایم. لیلا اینطور که هست نباید وقت خود از ضایع کنیم. از آرامترین نقطه ولسوالی شروع میکنیم، باز بعدش فکر میکنیم. خیریت از سعید، کجا میری؟ گفتم همراه سالم بیادرم برم. باید این کارها رو یاد بگیرم، همون تو نیست؟
آفرین سعید، خوب فکر کردی. خب فردا پس فردا تو هم باید این کارا رو انجام بدی. سالم سعیدم همراهت ببر. حالا من چی کنم؟ لیلا منجز، خدایا کمکم کن. حالا سعید بریم دیگه، زیاد کار داریم که انجام بدیم. بگی این کار تمام است. امی که لوازم صفاکاری را دستت بگیری تو را کسی نمیشناسه. بیادر چطور منت تنها ماندی؟ من بدون تو چی کنم؟ غیر از تو دیگه کی ندارم. به خاطر گرفتنی دختر هر کاری میکنین، باید احتیاط کنین. یک بار فکر کن، یک کلمه تمامی ظلم و مشکلاتی را که میبینیم و همراهش مقابله میکنیم با او دختر وابسته است. لطفا شما هم اینجا باشید. متوجه می باشی؟ بله. قوی باش دختر، قوی باش. ما عزیزای خدا از دست داده. ما با بردن تو آمدیم لیلا. حالا دیگه عجله کو که بریم. قماندان صاحب، بودن لیلا اینجا خطرناک است. امکان داره سازمان هر کاری کنه. نجات خانواده و افشا شدن چهره‌های منحوس و خائنا وابسته به مکست است. درست است ولسوال صاحب. بریم. باید لیلا خانم به امنیت ببریم ولسوال صاحب. لیلا خانم تحت نظارت ماست. چون تعقیب او از شهر یعنی از منطقه ما شروع شد، مظنون باید ما ببریم. اما تو نیست ولسوال صاحب؟ بله البته. شما به مقام ولسوالی برین و پرونده کادو را بگیرین. اما ولسوال صاحب تشویش نکن، من متوجه لیلا می باشم. برین دوست. درست است. لیلا خانم باید امرای ما برین. لعنت به شیطان. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرما بیادر، خیریت است؟ ما با جمع کردن زکات آمدیم. شما باید زکاتتان رو با ما بتین. تو چی میگی بیادر؟ زکات از خود شرایط خاص داره. از پول دار گرفته به فقرا داده میشه. ما همه قسم ما مختیم. تو چی میگی؟ چیزی که از نانت بیرون میشه گوشت میشنوه؟ ما خود توان زکات دادن نداریم. تو میخوای چی بگویی؟ توی به شرفه ببین، به خاطر پول میخوای جانی بیچاره را بگیره. یعنی چی؟ تو میگی ما از این خبر نداریم؟ از تو که زیاد میفهمیم. یعنی چی که شما توان زکات دادن ندارین؟ این طفل گوش نمونده؟ ها؟ گوش نمونده؟ اگر کم پول به خانه‌تون میآید، اگر شکمتون کم سیر میشه، درست است دیگه؟ وضعیت طفلا را ببین، مریض هستن. ما زکات چی را بدیم؟ تو درای خدا زکات دادن جایز نمیبینی؟ طرف ما ببین، فردا روز آخر است، بازم میایید. اگر 10,000 لیره آماده نباشه این خانه را سرتان چپا میکنه. فهمیدی؟ خانه را سرتان چپا میکنه.
حالا برو بچه. بریم سعید. حالا بچه این تو هم برو. بیا بچه بیا. توفما یک لیره گرفتن نتونستیم. در اینجا هیچ کار نیست. در ولسوالی خوب پول جمع میکردیم. حداقل شبا خود دست خالی نمیرفتیم. سلام بیادر، شفاخانه بریم. اونجا کلگی کار میکنن، حتما پول دارن. شما گفته نیکده اونجا زیاد نفر داریم. داریم. تو هم راست میگی. اونا مجبور هستن که بتن کار میکنن، کلشان وظیفه دارن، اما تو نیست. درست است، من میرم. میگم مرا جبا روان کده. تو هیچ نرو. پلیس ها و سربازا تو را نباید ببینن، درست است؟ آفرین به تو، فکر خوبی کردی. ما میرم منطقه را میگردم. اگه تو پولا را بیاری و خدا دل ملا صاحبه به دست میاری، گوش کو. از افراد ما در اونجا یک نفر از با نام رجب، موسی و دیگه یک خدمتکار است، کریم. اگه اونا برات پول ندادن برشان بگو که مسلمان ها براتون سلام گفتن، باز میفهمن. حالا برو دیگه. درست سلام بیادر، تو تشویش نکو. سوار شو بیادر. آه لیلا آه، این شکنجه ها چی وقت تمام خواهد شد؟ چی وقت نجات خواهد یافتیم؟ لیلا تو اشتباه میکنی، یک اشتباه بزرگ. نمیفهمی که دو کستا چی چیزا است. پس تا حالا که گپ نزدی بهتر از پیش از اینکه دانت باز کنی از بین ببرمت. بیا زو هر قسمه که شومه و کستا را پیدا میکنم. لیلا لطفاً به ما موقع تو درخته بگو. ببین بیادرت از دست داده. او فقط به خاطر مو کساتا جان خود فدا کرد. اگه میفهمیدی که دو کساتا چیه سقدر زد نمیکدی. براتان گفتم بیادر من نجات بده، اما او از بین رفت. دیگه از ما چیز نپرسه. براتان نمیگم. ببین وقت از دست میده. اونا آرامش، زندگی، خوشبختی و سلامتی مردم ازشان میگیرن و ما فقط تماشا میکنیم، در حالی که میتونیم مانع ظلم و وحشتشان شویم. ببین بچه ما پیش اوناست. اگه به خاطر ما چیزی نمیگی، حداقل به خاطر زندگی و طفل بیگناه بگو. لطفاً به ما باور کن لیلا. چه قسم باور کنم ها؟ یک هفته پیش مرا بچه‌تون تسلیم نکردین. ما تو را تسلیمو نکردیم، باز چرا این کار کنیم لیلا؟ اونا جداستن و ما جدا. ولسوال صاحب براتان نگفته؟ قرار بود ما امروز بریم. با خدا ولسوال صاحب خودش گفت که باید گروه ضد هراس افغانی را پیگیری کنه. چتنشون آمدن او را برد. من تو را اشتباه در کردم طارق بیادر، مرا ببخش. صبر کو صدایت نکش بری. حالا برو. طارق دیلا، خدا را شکر که خوب هستی. دیلا بسیار به تشویشت بودم. تو تا حال کجا بودی؟ در بین او درگیری مرد نقابدار آمد و مرا نجات داد، اما وقت نجات دادن من زخمی شد. گفتم بیا که شفاخانه بریم، اما نامد. مجبور شدم زخمش پانسمان کنم. خب در وقت شب تو در شفاخانه چی میکردی دیلا؟ لطفاً چیز ازم نپرس طارق. خوب نیستم، چیز گفتن نمیتونم. دزم جای شکر است که مرا چیز نشده و از اونجا سالم برآمدم. کم بود از بین برم، چیز نمانده بود که کشته شوم. درست است دیلا، گذشت.
بله قماندان یوسف. چی؟ او پرونده نیست؟ به این معناست که او جاسوس به دام افتاده. تصاویر دوربینا را ببینین که او جاسوس کی است. تصاویر چی است طارق؟ چی شده؟ بله دیلا، تازه نصب کرده بودم، هیچ کسی خبر نداره. حالا ما میفهمیم که او پرونده را کی گرفته. تو خوب هستی؟ من یک دفعه دکتر میبینم طارق. فردا میره؟ بله فردا میره. کل چیزا از بین بردی. زندگی من تباه ساختی. در دفتر ولسوال دوربین مخفی نصب بوده. راحت باش عروس دوست داشتنی. او مشکل حل کردیم، تشویش نکن. حالا پرونده را به جایی که گفتم بیار. درست است. برات میارم. آفرین رفعت، کارت خوب انجام دادی. حالا برو به کارت برس که طارق سرت شک نکنه. درست است. حالا دیگه من یک دستاویز خوب دارم دیلا. باید ازش بسیار خوب استفاده کنم. این تصاویر چطور گم میشه؟ چطور؟ از این خود کسی خبر نبود. بیرون شوین. بیرون. فورا نتیجه نشان انگشت. درست است محترم. او جاسوس باید پیدا شود. باید. درست است. قماندان یوسف، شما به ارتباط لیلا میفهمین که چی کنین نه؟ بله میفهمم. با بردن او لیلای دهشت افغان آمده. میخوایم او را به ما تسلیم کنین. متاسفانه او دختر اینجا نیست. یعنی چی که اینجا نیست؟ پس بگو را کجا بردن؟ ما معلومات نداریم محترم. حال میفهمیم. میخوایم با آمرتان گپ بزنم. چی گپ است؟ چی شده؟ او دهشت افغان کجاست؟ نمیفهم. ولسوال سایبو را به یک جای مخفی برده. تو در اینجا به خاطر چی هستی ها؟ حالا شما به کارتان برسید. با وجودی که هیچ کار بودی، از برکت ما آمر پلیس هم شدی. اگر میخوای بازم آمر اینجا باشی، پس جای لیلا را پیدا کن. بله. بگو چتن. پس اونجا نیست ها؟ درست است. من یک کاری میکنم. تو هم به سازمان خبر بده. کلتان دست به کار شوی. به هر قیمته که باشه او کس تا را میخوایم. طرف تو که میبینم زلال یادم میاد دخترم. او هم مثل تو بسیار یک مادر فداکار بود. بسیار کار خوب کردی. اما حالا ازت یک خواهش دگام دارم. باید پیدا کنی که لیلا را در کجا نگاه میکنم. من دیگه نیستم. بسیار میترسم. نزدیک بود طارق کل چیزا بفهمه. تشویش نکن. طارق از هیچ چیز خبر نمیشه. اما اگه تو به همکاری با ما ادامه ندی، باز پیش اونو هم صدای زد شده است و هم تصویرت که در ولسوالی گرفته شده.
اگه اونا به دست طارق بفته باز کل چیز از دست میدی. اما اگه گپ مرا گوش کنی باز به خاطر ملاقات تو همراه بچه هر کاری میکن. بسیار مقبول است. مادر شما چرا هیچ بازیچه نداری؟ چرا که ما حالا کلان شدیم بچه. تنها اطفال با بازیچه بازی میکنن. درست است. تا حد توان کوشش میکنم. پری خانم خوش آمدین. اینجا چی جریان داره؟ چیز قابل تشویش نیست. پرونده‌ای که گم شده روی تشخیص نشان انگشتش کار میکنن. خوب است. خب تا حالا کدام نتیجه گرفتن؟ نه خیر تا هنوز نی، اما با گفته آمر صاحب بزودی پیدا خواهد شد. ما بی‌صبرانه منتظر هستیم که بفهمیم او کی است. راستش ما طارق کار داشتم، به نظرم که نیست. به هر صورت بعداً باز میایم. روز بخیر. دیشب بسیار کار خوب کردین دیلا خانم. تبریک میگم. شما چی میگین آقا رفعت؟ نفهمیدم. همراه ما بیاین. باید به تنهایی گپ بزنیم. لطفاً بفرمایید. بفرمایین آقا رفعت نشنوم. تو میفهمی که چی میکنی ها؟ به نظر دیشب تصویر کی از کده بود؟ ما کل چیزا به طارق میگم. اگه خواسته باشی بگو. اما یک موضوع کوچک فراموش کردی. او کسی تنها یک کپی نبود. یعنی با خودمان به خاطر وقتهای بعد یک کپی گرفتیم. چطور؟ ای چطور امکان داره؟ هر وقت خواسته باشم به طارق روان کردم میتونم. اما اگه تو گپ ما را قبول کنی دوست میشیم. اگه میخوایی چیغ بزن کلا گیره بخوای. اونو از تشخیص نشان انگشت منصرف میشن. خوب فکر کن. یا طارق از کل چیز خبر میشه یا که تو از ما میشی. برات یک روز وقت میتم. برو فکر کن. اگه کدام کار اشتباه کنی کل چیزا به طارق میگم. خدایا چی کنم؟ هرچی پر و بال میزنم غرق میشم. لطفاً مرا از این جنجال نجات بده. یعنی او را اینجا نگاه میکنن ها؟ بله عجله کنین، ما با یک گروه ضرورت دارم. از مرکز کوچک اینا با یک گروه بزرگ استقبال میکنیم. با حوزه حمله میکنیم. سعید پس تو با اینا همدست شدی ها؟ نه لیلا چرا قسم میگی؟ باور کن ما به خاطر تو آمدیم.
اگه تو موقعیت کستا را به ما بگویی ولسوال بیادر ما را از کشور بیرون روان میکنه، با هم یک زندگی خوش می داشته باشیم. برات یک گپه گفت و تو هم باور کردی ها؟ تو چی وقت هوشیار خود شدی سعید؟ اولی که ما قسم زندگی نخواد داشتم، دومی که به گپای مردم هیچ وقت باور نکن. اینا دولت هستن سعید، به دولت اعتماد کردن نمیتونیم. لیلا، لیلا، کسایی را که تو به نام افراد دولتی مشناسی با دولت هیچ ربطی ندارن. یگانه هدف اونا درگیر ساختن مردم، خود ساختن آب و ماهی گرفتن است. اگه تو ما را کمک کنی ما او آب پاک ساخته و خوب و بد از هم جدا می سازیم، اما اگه کمک نکنی باز خدا می فهمه که نظامشان تا چی وقت ادامه می داشته باشه. فهمیدی چی گفتم؟ نه خیر، نمیخوایم بفهمم، نمیفهمم. به من معلوم است که دولت چه قسم است. با این گپایتان نمیتونین مرا فریب بتین. آنابلا، آنابلا یک خبرنگار است. به خاطر واقعیتی را که تو نمیخوای درک کنی به تصویر کشیده با مرگ روبرو شد. فعلا اینجا ما کوشش داریم ازش محافظت کنیم. ببین، یادمه که با شما و ما سنگ میزد، در این زمان در لباس سربازا ماموریت انجام میده. به خاطر که تصاویر به دست مطبوعات خارجی نفته علی حیدر از بین برده. حال خودت بگو در اینجا کی نفر دولت است؟ کسایی که علی حیدر از بین بردن یا که ماستن؟ زندگی سرت باشه خواهر. دخترم، عروسم، به خدا من تو را عروس خود میگم. علی حیدر مثل بچیم بود. آه دخترم، آه کاش که من به جای او از بین میرفتم. آه قربانت شوم دخترکم، برش دعا کو دخترم، دعا کو. دیگه عشق نریز قربانت شوم، گریه نکو. او شهید شد، جایش در جنت است. اگه او نمی بود بچه من از بین رفته بود. امو نجاتش داد، امو ازش محافظت کرد. خداوند از شما محافظت میکنه. انشاءالله که خداوند شما را تنها نمیمانه. قربانت شوم، بگو برای چی کنم. گریه نکو، برش دعا کو، درست است. گریه نکو دخترم. خاله، خدا ازتان راضی باشه. یک روزا مرا تنها نماندی. علی حیدر زیاد دوستتان داشت. از برکت او من شما را شناختم خاله جان. او شما را اینجا را زیاد دوست داشت. من از یک قریه دور افتاده آمدی. حتی گفتنی که یک روز از اینجا میری مورا ناراحت میساخت. ما فهمیدم که چرا شما را دوست داشت. در این روزای بعد ایره بهتر درک کردم. با او هم دعا کنین، با ما هم دعا کنین. دعای ما هم خدا برم صبر بده. با جمع ما خوش آمدی. اگر کاری که میگم انجام نتی کل چیز افشا خواهد شد. باید از ظالمان نجات بیافا، باید نجات بیافا. خدایا، خدایا لطفاً کمکم کن.
اینا بگی با اینا گذاره کو گذاره؟ حالا ببین که چه قسم روزگارشان سیاه میکنم. دیگه شن نمیفهمم بوتان. مهمات اختیارت است. هر قدر تلفات بیشتر باشه به نفع ما هست. یه گپ دیگه، کار مخابره را تمام کردی نه؟ تشویش نکن. با زرتپوس‌ها در ارتباط هستم. نه به صدای مخابرتون گوش داده میتونن و نه با کسی ارتباط گرفته میتونن. راحت باش. کل چیز تحت اداره ما هست. همه قدر هستین. آفرین، تعداد زیادتان روان کردن. آماده هستین که اوزی امنیتی سرشان چپک کنین؟ آماده هستین. با محفل چای چلم خونین آماده شوین. سربازکا برین. حالا تو دروغ میگی سعید. بیازو از کسایی که با سرباز و پلیس گشت و گذار کنه دیگه چی توقع میره؟ به گفتان قبول نمیکنم. به مردم خود خیانت نمیکنم. لیلا بلیاز خدا گپ ما گوش کو. ببین در راهی که میری درست نیست. تو را از بین میبرن. بیا که از اینجا بریم. تو مرا چی فکر کردی ها؟ من انتقام مادر و پدر و بیادرم فراموش میکنم و پشت تو را میگیرم. اگر دوستت دارم چی میشه؟ بجای ای که این حماقت انجام بده مگه بمرم بهتره. چرا لیلا چرا؟ میخوای از بین بری؟ حتما باید خون ریخته شوه. زندگی کردن مثل انسان ها چی مشکل داره؟ اگه یک خانه داشته باشیم، اگه یک فرزند داشته باشیم بد است. اگه در کنار فرزندای خود باشیم قیامت میشه لیلا ها. لطفا قسم خواب نبین سعید. تو یک چیز امکان نداره. گپ ما فهمیدی؟ امکان نداره. موضع بگیرین، موضع بگیرین، موضع بگیرین. حالا زود باشین. موضع بگیرین. حالا وضعیت چطور است؟ ولی بال بازی میکنم قماندان بوتان. تا چند دقیقه دیگه ولی بالا برتون نشان میتم. Right. Sarvesco. اگه لیلا گپ بزنه با او کسی تا هر کار میکنه. کارنا تکمیل 6 سال پیش خدا تکمیل میسازه. باز وقت کلگی چهره اصلی سازمان و دیگه خائنا رو خواد دیدن. شما راست میگن ولسوالی صاحب محترم. برو بگه سرویس تبدیل شد. زنده باشه. نوشی جانتان ولسوالی صاحب. چی وقت قصه میگیری؟ 15 روز بعد انشالله. واقعا چشمت روشن کم مانده. دوباره پیش مادر و نامزد خود میره انشالله. عروسی چه وقت از علی عثمان؟ ده تابستان از قماندان صاحب. بیادر تو چی کردی ها؟ بیاین دیگه ولسوالی صاحب. حالا ادامه میتیم دوستا، ادامه میتیم. آفرین دوستا. آماده باشین. بعد از اینکه من شلیک کردم شما هم شلیک میکنین. فهمیدین؟
موضع بگیرن. چه گپ شده؟ از دول از باید محافظت کنید. قماندان یوسف هستم و حوزه ما حمله شده. فوراً به کمک نیاز داره. ولسوال صاحبم اینجاست، میشنوین؟ پوچو لیلا پوچو. سعید کشته خواهد شدیم. مشکل استاد نشد. قماندان یوسف هستم. صدای ما میشنوین؟ چی شده خدایا؟ صدای ما چرا نمیشنون؟ سعید حالا چی کنیم؟ نترس لیلا، از اینجا میبرم. هیچ جوی از چهار طرف به اونجا هجوم ببرید. هیچ کس را زنده نمانیم. ادامه بدید، ادامه بدید. آماده شید. شلیکو دیگه، شلیکو. امی کسی گفتم از اینجا بیرون نشیم لیلا. بده بده تحمل کن. نجاتت میدم. تحمل کن. نجاتت میدم. لطفا تحمل کن. تو خوب میشی. تحمل کن. نجاتت میدم. با مادرم بگو. تحمل کن. خدا خسته نساز. خدا خسته نساز. تحمل کن. خدا خسته نساز. گفتم خدا خسته نساز. سعید یا همیاله میریم یا که همیشه بندی میمانیم. حالا بیا سعید. استاد شو گفتم استاد شو. ولسوال صاحب ولسوال شد. خوب هستم چیزی نشد. سطحی صحبت کنم. باید جدا شدیم. تو مستقیم طرف دوا برو. باز ما اونجا پیشت میام. نه خیر لیلا نمیشه. تو ریلا نمیکنم. با من صدمه نمیرسانم. نه حالا دیگه سعید برو. بده قماندان بودم غلطش نگی. من اینجا او را غرض نگی. او خواهین چی شد؟ کجا رفت؟ به اینجا نیست قماندان. اینجا نیست. او بیشرف فرار کرد. بریم. جای کس داره باید با ما نشان بدی. بریم احمق. خدایا کمک کو به او صدمه نرسانند.
عجله کن. باید تو کس تا را بعد از بیاریم لیلا. همراه ما فریب کاری نکن. سازمان تو را نمی بخشه. تو مرا چی فکر کردی قماندان بوتان؟ اگر بمورم من به سازمان خیانت نمی کنم. البته که براتون میگم به خاطر ای کار لازم نیست که سرم سلاح بکشی. درست است. هر قسمه که تو میگی. اما اول باید بریم و کس تا را بگیریم. بیا. لازم نیست که شما بیایین. ما این مشکل حل میکنم. شما برین به دیگه کارها برسین. حالا احمد بخیز بیادره لطفاً بخیز بیدار شو تو رو به شفا خانه میبرم بیادر بخیز بیادر لطفاً چشمایت باز کن لطفاً بخیز قماندان یوسف هستم بخیز بیادرم لطفاً چشمایت باز کن لطفاً بخیز قربانش شو خدایا کمکم تو که اینا رو نجات بدم خدایا بخیز بیادر بخیز چشمایت باز کن ما تو رو به شفا خانه میبریم بخیز دیگه بخیز احمد کسی صدای من مشنوه من قماندان یوسف هستم احمد بخیز گفتم احمد قربانش شوم چشمایتو باز کن احمد قربانش شوم بخیز تو رو به شفا خانه میبریم بیادر بخیز مرا تنها نمون قماندان صاحب احمد زنده است قماندان صاحب احمد نمرده قماندان صاحب اینو باید به شفا خانه ببریم قماندان صاحب بچه ایلاکو دوست دارم ای دیگه شهید است ای با جایگاه رسیده که هر کس نمیتونه برسه قماندان صاحب احمد زنده است این نمرده قماندان صاحب قماندان صاحب ولی سوال صاحب نیست گلوچ ما بیا دیگه کل چیزا برات میگم خملاله مگری او چو حاله مگری حالا چی کنم خدایا نه خیر به طرق چیزی گفتن میتونم دمدقی سلیمیه دخانه یک شخص به نام جمشید میباشم اگه کدام مشکل داشتی همونجا مرا پیدا کردم پیش شیوان میرم فقط او میتونه مرا کمک کنه ندن دوست و دشمنو نیاره پدر و ما چی گرفتین؟ اما پادرونو که گفته بودم گرفتین؟ پدر بودایی که برات گفته بودم برام خیریدی گرفتن نتونستم بچه کم پول پیدا کنم حتما براتون میگیرم همیشه همین قسم میگی پدر اما نمیگیری به مچی ما پاترو نمیخوایم درست از بچه برات میگیرم اعلا برو دور قلوها بالا ولاتی چه زوره غریبی چه زوره خوش آمدی خوش باشی خدایا تو شیوان گناهکار ببخش
اما چقدر خوشی مردم ازشان گرفته. خدا بزرگ از شیوان ظالم کوچک است. خدا بزرگ از شیوان ظالم کوچک است. جان 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 لوری 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 çıkkın male levi dünyaya. چرا نیروی کمکی به ما نرسید؟ چرا قبلا یک هشدار نگرفتیم؟ چرا؟ 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 کماندان صاحب متاسفانه ولی سوال صاحب پیدا کردن نتونستیم. کجا هستی طارق؟ کجا هستی؟ چقدر را مونده؟ گفتم چقدر را مونده؟ کم مونده. جوابت لیلا. لیلا چی شده؟ پایتا چی شد خواهر؟ پای موگار شد. گفتم همینجا جانه. چرا میگم دختر؟ لیلا پرسیدم که همینجا جانه. همینجا. خودش است. آفرین لیلا، آفرین به تو. چطور است که حاله؟ عموی صاحبای سابقی خودت تصفیه کنیم. بیا بله لیلا. ای خاینه بیا که بریم لیلا. بخیز بیا دختر. لعنتی.
مرا از این شهر نجات بده. موزو بگی بچه زود ببرو پس بیا. بیا بچه چوب شکنم چوب را زود می شکنم تبرم تیز بود دست ما باشد بدنم. دیلا بگو چی شده دیلا؟ باید همراهت گپ بزنم شیوان. همراه ما بیا حالا. چوچه چی میکنی؟ ها؟ سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ علیکم سلام. خیریت هست؟ باز چی گپ شده؟ براتان خود گفتم ما پول ندارم. وضعیت منو میبینین چطور؟ طرف ما ببین بیادر. این آخرین گفتن ماست، خبر باشی. وقت گفتیم فردا میاییم باز میاییم. اگه پول تا شام آماده نباشه شیره که از مادر خوردی از دماغت میکشم. فهمیدی؟ اما بیادر جان باور کنین ندارم. بیا زود وضعیت نیستم که زکات بتم. چرا نمیفهمید؟ اولادایم گوش نستن. وضعیت خراب است کار نیست. آرام باش منافق. یا تا شام پول آماده میکنی یا که منتظر جزای شرعی میباشی. گفته باشم انتخاب با دست خودت است. وقت ما را ضایع نسازی. فهمیدی؟ منافق. بره. خدایا حالا ما چی کنم؟ لطفاً مرا از این شهر نجات بده. به طرق گفتنم میتونم شیوان. او را از دست خود دادم. اونا مرا مجبور ساختن. مرا در وضعیت بد قرار دادن. هیچ نمیفهمم که چی کنم. درست است دیلا خواهر. لطفاً گریه نکو. اما این مشکل حل میکنم. هم بچیتا میارم و همو کستاره. کلش از او به شرف ها میگیرم. رفعت زنگ زدن. جواب بده ببینیم که او به شرف چی میگه. بله داویرانم منتظرت هستم. فورا خدا برسان. اگر تصویر به شوهرت روان میکنم با زندگی تمام میشه. بله قد بانک قد کنه احمق به شرفه. تو صبر کو. ما برات نشان میدم که یک نان چند فطیر است. دیلا تو هیچ تشویش نکو. ما او به شرف زندگیش بیزار میسازم. او خواهی نمیکشم. لطفا او را فقط بترسان که از ما دور باشد. ارزشش نداره لطفا. درست است دیلا تشویش نکو. حالا بیا که بریم. حالا بیا. ده اونجاست. به تحقیق ما بیا. تو کی هستی؟ اعلام کو. پیش تو یک امانت است. جان رو برا میچی. از آمدن به دنیا پشیمانت میتونم. درست است اعلام کو. برات میتونم. حالا دیگه گفتم برات میتونم اعلام کو. متوجه باش. نه خیر. متوجه باش. وای لعنتی وای. احمق. لعنتی. کسافت هم بیادب هم بی شرف و فریبکار است. تو خودت چه فکر کردی ها؟ قهرمان فکر کردی؟ برای نشان میتونم لعنتی.
بیا لعنتی بیا بشین لعنتی بشین به شرفت بر تو شهر نداری که به خانم مردم چشم میدوزی ها بگو همه چی کنم بگو چی کنم بکشمت احمق بگو شمت ها میکشمت صبر کن نزنش وای به شرف دیگه بدیل خانم مزاحمت نمیکنم پای کار کلانتی باز وقت ببین که من همراه چی میکنم اگر دیگه بدیل خانم مزاحمت کنی مثل موش میکشمت دیلا خواهر حالا بریم دیگه اینو بگی حالا میریم دیلا نباید این کار میکنی برای قسم تنها مانده نمیتونی ما میمورم نباید قسم اینش کنی مهم نیست دیلا این پشکای هفت جانه هیچ چیزی نمیشه حالا بریم اما او میموره نباید قسم اینش کنی خب بان که بموره به شرف بسیار وقت پیش باید میمورد دیلا حالا دیگه اینجا نباید زیاد وقت خود ضایع کنه باید پیش قرمزان بریم نه درست است پس به شفاخانه زنگ میزنه دیلا خواهر حالا دیگه شما داد دیر پخته میشه دیلا دارق از کل چیز خبر خواد شد کاکا ببین براتون مواد خوراکی آوردیم بگی زنده باشید حالا ایرم خدا از ولسوال صاحب راضی باشه اگه اون نمی بود وضعیت خراب میشه خدا از شما هم راضی باشه از شما هم راضی باشه زنده باشه از کل ما راضی باشه دیگه چیزی ضرورت ندارین کاکا نه خیر ببینید هر وقت چیزی ضرورت داشتین بگو شما هم زنده باشه این وظیفه ماست باید با مردم خود خدمت کنیم این شوخک از کجا به کجا رسیده این گپا مهم نیست کاکا جان هر چیز ضرورت داشتی برام بگو دیلا تشکر اگه بابایی با ما کمک میکنن با تو چرا کمک کنه شیوا؟ درست است خب دیگه ما میرم دیلا با منه راستش به یک خانواده مستحق این کار تمام کنیم باز به نجات دادن بچه‌ت میریم نظرت چی است؟ تشکر دیلا تشکر به هر چیزی که ضرورت داشتی برام بگو کاکا هیچ نشرمی کاکا جانا تشکر بچیم زنده باش خب دیگه من میرم الدو خوب است با خدا شما چطور هستی؟ چی میکنی؟ مواد توزیع میکنم از مواد انجمن خیریه خداوند قبول باشه خداوند از خدا شما راضی باشه خداوند خیر نصیبت کنه از تو یک خواهش دارم الدو حالا برو با میخواید خبر بدی ما میرومی کستا را به صاحبش تسلیم میکنم حسابم امرایی که تسکیر نشده İşim bitti Batan. Mahvoldun. Ne oluyor kız? O nasıl giriştir öyle? Batan komutan haindir. Devlete işbirliği eder. Ne? Bak. Vay vay vay. Demek koynumuzda yılan beslemişiz ha? Gösteririm ben ona. Sen çok büyük bir gerilasın Leyla. Ben şimdi gidip onun icabına baktıracağım. Hemen sen burada kal. Kimseye de deme. Yoksa onun kulağına gider. O zaman işi halledemezdik ha. Gerizekalı botan. Kızı öldürmezsen beyle olur işte. Salak. Yürü. Dur hele dur. Manyak herif. Dur. Dur hele. Ne oluyor böyle? Bu ne? Bu ne? Bana kim verdi bilirsin? Leyla. Bu ne tedbirsizlik Botan komutan? Bu insanları biz dağlarda kime düşman gösteririz? Bilirsin devlete değil mi? Derin devletçilerle iç içe olduğumuzu öğrenirlerse ne olur ha? Sen bilirsin. O silahların hepsi bize döner. Nasıl oldu bu ya? Herhalde çuvaldan düştü. Nasıl olduysa oldu. Temizlemek gerek. Eğer beceremezsen sen hesap verirsin ona göre.
Tamam büyütme. İşini bitiririz olur biter. Ulan tabii bitireceksin. Ha? Kız anasını babasını öldüren adamla komutan dost olduğunu bilir. Yaşaması bizim için büyük tehdittir. Hemen temizle. Leyla'yı öldürecekler. Alo polis mi? Durum nedir? Yetişmeye çalışıyoruz kaymakam. Doktor bey, doktor bey. Doktor bey bakar mısınız? Ya tabip gelse derdime çare. Dünya tabip gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Rıfat ne oldu sana? Dikkat et. Yavaş. Rıfat sana kim yaptı bunu? Rıfat! Kendine gel Rıfat. Kendine gelince haber verin. Tamam mı? Kim dedin? Kim? Sait mi? Tamam. Hemen ekip gönderin. Tamam. Allah'ım yardım et. Onlardan önce Leyla'ya ulaşmam lazım. Sait sen delirdin. Ne ararsın burada? Vallahi Mihail ile Botan görürse öldürürler seni. Dinle beni Leyla. Seni öldürmeye gelirler. Sen merak etme Mihail. Ben halledeceğim o işi. Leyla Sultan. Tilki gibisin ha. İnsan kendi ölümünü hazırlar mı hiç kafasız? Bu resim çok mu rahatsız etti seni ha? Çok mu rahatsız etti ha? Desene sen Önder'in Çetin'le çekilmiş resimlerini görsen kafayı yersin. Ya hadi temizle. Gevezelik etme. Dur. Gel çekil. Dur. Leyla hadi. Tez kaçak buradan. Polise haber ettim. Kendimizi mahalleden atsak yeter. Botan! Gidiyorlar. Rıfat Bey iyi misiniz? Dila. Kaymakam. Rıfat Bey anlamıyorum ne dediğinizi. Bana kaymakamı getirin. Ona anlatacaklarım var. Karısıyla ilgili. Mıza çok yakıştı ha. Güle güle giy oğlum. Ay çok güzel oldu.
Bak benim de pantolon var. Hem de kottur ha. Ha ne güzelmiş, babam bayramda bana da alacak. Allah'ım sen ne büyüksün. Sana şükürler olsun. Ay çok güzel, ay çok güzel. Çok yakıştı. Mızo gel. Gel bakayım. Al şu eti. Annene götür. Size yemek hazırlasın ha. Hadi. Hadi bakayım. Anne bak. Anne bu etleri akşam pişirip yiyek. Vallahi öyle yiyeceğim ki tavuk kimi olacağım. Tamam oğlum. Hadi Şivan. Biz de gidelim artık. Oğluma sarılmak istiyorum ben de. Tamam Dila. Hadi gidelim. Hadi geç. Şivan. Buyur kurban. Allah sana da öyle güzellik vere ki iki cihanda da hep mutlu olasın. Hiçbir derdin sıkıntın kalmıyor inşallah. Aha bu çocukların duası hep üstünde olacaktır. Bilesin kardeş. Hakkım sana helaldir. Allah senden razı olsun. Sen de hakkını helal et. Cemşit kurban. Ne hakkı ya. Sen bana hakkını helal ettin ya. Dünyaları verdin kurban. Hadi gidelim Dila. Nizo kendine iyi bak. Hadi gidip top oynayak. Hadi gidelim oynayak. Boş lan boş. Hey oğlum. Vay vay vay. Anne. Para hazır mıdır? Vallahi yoktur. Daha akşam olmamıştır. Ula peki bunlar nedir? He? Bunlar. Peki ya bu nedir? He? Taze et. Abi ben onları para verip almamışım. Hepsi yardımdır. Ha yardım değil mi? Ah. Yardım he? Babam Alın lan bunu. Kardeşler yapmayın. Kurban olayım vurmayın. Yapmayın. Annemi vurma. Annemi vurma. Kaldırın lan mı? Yapmayın. Lan lan. Vurmayın. Annemi vurma. Vurma babama. Ulan kaldırın. Vurmayın annemi. Yapmayın. Ete gelince var. Kaldır. Bize gelince yok. Vurmayın babama. Vurmayın. Durun. Kaybol git buradan. Bak kaybol. Kaldır şunu. Vurmayın babama. Nasıl inandım ben onlara? Nasıl kandım? Hadi Leyla. Hadi acele edin. Acele edin. Yanlış ettim Sait. Yanlış ettim. Artık bitti Leyla. Daha gerçeği gördün. Bundan ötesi kolay. Hiç merak etme. Kaymakam abinin yanına sığınacağız İstanbul'da. O bize yardım edecek. Daha da kimse bizi aramayacak. İnşallah Sait, inşallah. Nereye gidiyorsunuz lan? Ha? Beni bu araba için mi sattın Eval? İnsan bir haber eder. O kadar geçmişimiz var. Benden habersiz gidilir mi hiç? Bırak bizi. Düş yakamızdan. Bırakacağım hiç merak etme. Ama önce vedalaşın. Ne de olsa yolunuz uzundur. Beyler,
Bugün için planlarımızın bazıları deşifre edilse de deşifre olmayan planlarımızla 2011 projesi işlemeye devam ediyor. Efendim, darbelemesini büyüklerimizden öğrenmiştik. Ama darbe alacağımızı aklımızdan bile geçirmemiştik. Yıllardır vatan evlatlarını kontrol altına aldığımızı düşünüyorduk. Ama demokratım diyen, hukuka inanan adamların varlığı bizleri bitiriyor. Onca teknolojik kontrollere rağmen eylem planlarımızın bir bir deşifre edilmesinin önünü alamıyoruz. Korkarım ki arkası da gelecek. O zaman yaşın da kurunun da önemi kalmayacak. Hepimiz yanacağız. Efendim, hiç bu kadar ayağa düşmemiştik. Tiksindiğimiz bu halk şimdi ülkede söz sahibi ve bizden hesap soruyor. 6 ayda hata yapıp toplumun gözünde biterler, sonra da gömeriz dediklerimiz ömürlerine ömür kattığı gibi bizim ömürlerimizi bitirip tabutsuz gömecekler. Hala erken kondu davası bütün hızıyla devam ederken bizi son eylem planımızla kafesleyecekler. Kendi yalılarımızda, kulüplerimizde bir araya gelerek aldığımız kararlarla toplum mühendisliği projesiyle toplumu dönüştürüp ahlaki ve dini değerleri tamamen bitirip mezhepsiz ve dinsiz yeni bir toplum inşa edecektik. Ama vatan evlatlarının gayretleri toplumun gidişini anlayamadığımız şekilde değiştirdi. Artık milli ve manevi dedikleri değerlere önem veren toplum oluşuyor. Şişirdiğimiz sanatçı, edebiyatçı, yazarlar, yaptırdığımız film ve dizilerle bu halk dönüştürülürken iktidar da terbiye edilecekti. Kendi elimizde verdiğimiz malzemeler gündeme bomba gibi düştü. İnternet işi bizi bitirebilir. Ayrıca sınırdan girenlerin oluşturduğu o manzaralar da konuşulmaz oldu. Beyler, aylardır ben ne söylüyorum size? Tekrar ipleri elimize alacağımız proje 2011'deki seçimlerdir. Şu an istediğimiz yapının oluşması için altyapıyı hazırlıyoruz. Bu açılım işini çok iyi değerlendireceğiz. İzmir gibi büyük metropollerden başlayarak devam eden kontrollü gerilim stratejisiyle halklar çatıştırılacak ve sokak çatışması sayesinde halkların etnik ve mezhep kapışmasının önü açılarak nereden geldiği anlaşılmayan terör olayları büyüyerek devam edecek. İşte o zaman ipler tekrar bizde olacak. Efendim, ülkenin dört bir yanında kanın gövdeyi götürdüğünü düşünmek bile heyecan verici. Ayrıca dinlemeler konusu bizleri rahatlattı. Gündem üzerimizden kaydı. Dinlemeler konusunu adamlarımızla, medyadaki dostlarımızla köpürtmeye devam etmeliyiz. Toplumda herkes dinleniyorum paranoyasına kapılmalı. Yargıdaki adamlarımızla görüşmelere devam edelim, yeni gündemler oluşturalım. Bir yandan kurumlara yapılan operasyonlar sürerken bir yandan da kara propagandaya devam etmeliler. Evet. Onlar bizi kafeslemeden biz onları kafeslemeliyiz. Medyadaki adamlarımız görevlerini yapıyorlar. Ama nereye kadar dayanabilirler bilemiyorum. Görmüyorlar, duymuyorlar ve konuşmuyorlar. Ama nereye kadar? Geçmişte de susarak geçiştirmeye çalıştığımız pek çok konu oldu. Biz konuşulanlara cevap vermedikçe düdüklü tencere fokurdamaya devam etti. Deşifre olan kimliklerimizi 7 düvel duydu. Köy kahvelerinde bile yıllarca etnik kimliğini sakladığımız adamlarımızın kimlikleri konuşulur oldu. Susmamız ikrardan kabul edildi. 2011 projesine yardımcı olacak her türlü eylem planı kullanılacak. Kapatma davasının altyapı süreci işlemeye devam ediyor. Daha önce irtica demiştik, şimdi de bölücülük deriz. Sınırdan girişi, giydikleri elbiseleri medyamızda köpürterek haber yapmaya devam edelim. Batı illerinde çıkardığımız kavgalarla ülke bölünüyor düşüncesi insanların zihninde oluşacak. Halkı huzursuz edecek küçük büyük ne varsa hepsi yapılacak.